ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ, қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён», китоби якум, гуфтори 13. آریایی ها اسپان 13 را ذاتی الهی نامیده، با نام آنها فرشته دیوانسب را در اوستا آفریدند. در یشت‌های اوستا نیز ذکر شده است که پهلوانان اساطیری به خاطر نرم نمودن دلی ایزید گله‌های اسب صدها سر گاو و گوسفندان را قربانی می کردند. عادتاً این قربانی در فصل معینی سال در فراز کوهی بلند صورت گرفته برای بزرگداشت آن پادشاهان و جهان پهلوانان و صاحبان گله‌های افزون اسب حاضر می شدند و در فرجام کار هنرنمایی و اسب تازی ها می کردند. موافق تدقیقات عالمان و اسب شناسان، رام کردن و رواج یافتن شغل اسب‌پروری در سرزمین باختر و سوخت و خوارزم تقریباً 4-5 هزار سال پیش از این آغاز یافته، در آمیزش و هماهنگی با اساطیر و حماسه های قدیمه طایفه های آریایی و ادای آیین های دینی از نسل به نسل گذشته است. بیهوده نیست که چندی از پادشاهان سلاله پیشدادیان و پادشاهان و سرلشکران سلاله کیانیان در دنباله نامشان نسبه اسب را دارند: گرشاسب، لهراسب، گوشتاسب، ارجاسب، جاماسب و دیگر کشورکشایان و تخت نشینان. در شاهنامه فردوسی روایت رخش رزماور و قصه های دلانگیزی نسلگیری از اسبهای خوشذات پهلوانان و پادشاهان رخش رستم، شبرنگ سیاووش، شبدیز خسروی پرویز برشته نظم کشیده شده است. هنگامی که فردوسی از باب رستم دستان و اسبی بی‌بهایش رخش سخن می‌راند، گویا مرغ الهامش به پرواز می آید. مصرع‌های شیر جان می گیرند، منظره‌های رزم و بزم پیش نظر به جلوه می آیند، رنگ‌های مختلف به بازی می درآیند. حالت جهان پهلوان و اسبی رموز فهمی او خواننده را به وجد می آورد. بیایید پارچه‌ای را از شاهنامه در نگاریش شادروان ساتیم اولوغزاده ببینیم و در پیش نیاگان خلق تاجیک چی مرتبه و منزلت داشتن اسب را بشناسیم. در زابلستان اسب کم نبود، لیکن باز از کابلستان هم یک چند گله اسپان خوشذات را از پیش رستم گذرانیدند. وی در آنها داغی تمغه شاهان را می دید. هر اسبی که رستم به پشت آن دست می فشرد قطع شده شکمش به زمین می رسید. همین طور وی اسپان یک چند گله را سنجید. هیچ کدام آنها به فشار دست او تاب آورده نتوانست. در آخر یک مادیانی تیستکی پشت فراخی فربه سینهی کوتاهلینگی میان باریک از پیش او گذشت که دو گوشش را مثل دو خنجری آبدار دشمن راست کرده می دوید و یک زیل
یالی دراز و قفسش را افشانده بلند بلند شیهمی کشید. از پسی وی کره‌اش که به قد و بری سورین برابری مادرش بود می‌دوید. رستم به آن تای کمند انداخت، اما گلبانی پیر او را باز داشت و گفت: ای مهتر، او را مگیر که مادرش بسیار خشمگین است. پهلوان تای را پیش کشیده نگاه کرد، در وی داغ تمغه ندید. از گلبان پرسید: این اسب کیست که هر دورانش از داغ خالی است؟ داغ مجوی، پاسخ داد گلبان. درباره او هر گونه گفتگو هست. مادیان با این کره‌اش از کجای آمده به گله من در آمد. کره 3 ساله است. صاحبش کیست من نمیدانم. ما کره را رخش رستم نام نهادیم. مادرش اگر سواری را با کمند ببیند چون شیر به وی در می افتد. با این آچه بچه نمیدانم چی رازی پنهانی باشد. تو از این مادیانی اژدها کردار احتیاط باش که اگر خشمگین شود و حمله آورد دلی شیر و جگری پلنگ را به دندان می درد. هر گونه خطر خون رستم را به جوش می آورد و او بی محابات خود را بدین خطر می زد. حاضر نیز همین طور شد. وی کمند انداخت، گردنی تای به حلقه کمند آمد. همان لحظه مادیان شیهه‌ای پرغلغله‌ای کشیده سوی پهلوان تاخت. میخواست به دندان سری او را کند. رستم شیروار خروشی برآورد. مادیان رمید. پهلوان مشتی به سرش زد. اسب یک لرزید و غلتید و باز فوراً به پا جسته سوی گله روان شد. پهلوان با کمند رخش را سوی خود کشید و پشتی وی دست فشرد. پشتش خم نخورد. این اسب سواری من، به دلش گفت رستم و جسته بر وی نشست. اسب گلرنگ به تندی جست و خیز کرد تا سوار را از پشتش برافکند، اما نتوانست. اسب نه، اژدهاستین، به ذوق آمد رستم و از گلبان پرسید: بهای این را کی می داند؟ به چند می فروشی؟ اگر تو رستم باشی، گفت گلبان، بگیر و برو. بهای این تمامی ملک ایران است. تو با رخش کاری ایران زمین را راست کن. تصویری رخش رستم، سیاه رنگی سیاووش، شبدیزی خسرو، با فر و شکوه خاصه، زین و لجامی آراسته و رکابهای زرین و رکابدارانی چابک پای، منظره های آمادگی به شکار با یوز و سگ و باز و باشه و سوارانی پیکان فکن، حتی لحظه های پرشوق و شوری نسلگیری از این اسپانی آوازدار گواهی آن است که نیاگانی ما، چی تاجور و چی مردی عادی سواره، همه مهر و اخلاص و اعتقادی خاصه به اسب داشتند. تنها نامگوی زین و افزاری اسب و صدها اصطلاحی منصوبی پروریش و نگاهوبینی آن که در شاهنامه آمدند شاید چندین ورق را پر کند. آموزش و گردآوری و تحقیق اسپریز، اسپافکن، اسپانگیز، اسپیست برین اصطلاح‌های عجیب و خاطرمان را که از 1000 ساله ها آمده در گوش چون سرود صدا می دهند، به فرهنگ شناسان و لغتدانان واگذاشته به یک نکته خیلی جالب شاهنامه، اصل و نسب رخش و مادری بدخشمی وی رو می آریم. در شاهنامه آمده که پیش نظری رستم
گله اسپان زابوریستان و کابوریستان را می گذراندند تا اسبی دلخواه برایش پیدا نماید. عاقبت تای مادیانی که در تن نشان و تمغه صاحبیت را نداشت بر رستم پسند می آید. گلبانی پیر به سؤالی از کی بودنی این اسب پاسخ می دهد که مادیان از کجای همراه کره‌اش آمده به گله همراه شد و چی رازی است میان آنها آگاهی ندارد. مدعا از تکرار روایت آن است که نام کشوری نیم روایتی زابل و شهری باستانی کابل هم به معنای اصلی و هم به معنای اساطیری به حدود مرزهای بلخ و باختر راست می آید. ناگفته نماند که هم در حماسه های روایتی و اساطیرهای باستانی، هم در سرچشمه های تاریخی و سالنامه های کهن، باختر قدیم، تخارستان و خوتلان، وطن اسب‌های خوش‌ذات، چابک و دوند و زیبا و قوی پیکر اعتراف شده است. مؤلفان تاریخ‌نامه‌های عتیقه، سالنامه نویسان بابل و آشور، سیاحان و راهنوردان کشوری چین و نهایت تاریخ نویسان و واقعه نگاران عرب در توصیف اسب‌های باختری، تخاری و خوتلانی مخصوص استاده پیکری ریخته، قد و قامتی زیبا و چابوکی و دوندی این اسب‌ها را چنان ستایش کرده اند که بعضاً از معیار گذشته است. اصلاً هم اسب‌های باختری، هم اسب‌های تخاری و هم اسب‌های خوتلانی از یک ریشه و ذریات بوده، دیرتر در زمینه پدید آمدن دولت تخارستان و خوتلان در حدودهای باختری قدیم با این نامها شهرت یافتند. به قول باخترشناسان حدودهای ختلان و قبادیان، حصار و ترمیز، وشگرد و بدخشان، سوخت و سمرقند، بخارا و مرو تا کنارهای توس و نیشاپور و سرخس به قلمرو باختری قدیم، سپس خراسان و ماوراء النهر منسوب بوده. وابسته به هنگامه های تاریخ ملک های کنارتری آن گاه از دست می رفتند و گاه به این دولت توانا از سری نو همراه می شدند. هرچی هم نباشد مرزهای بلخ و خوتلان و قبادیان چون دلی این دولت توانا شهرت داشت و در همه امتحان و آزمایش های تلخ و شیرین تاریخ هم قسمت و هم تقدیر بودند و شبهه‌ای نیست که این اسب‌های آوازدار و کشورکشای هنگامی ساکن شدن طایفه های آریایی در این سرزمین مورد پرورش و نوازش قرار گرفته، از آنها نسل‌های تازه، ذات‌های نو و نمودهای بهتری اسب‌ها را پدید آوردند که با نام اسب‌های باختری شناخته شده است. مؤلفان عهد قدیم اسب‌های این قلمرو را به ذات اسب‌های آسمانی یا اسب‌های آبی منسوب دانسته، از نیروی ایزدی و قدرت الهی بهره برگردیدن این اسب‌ها را ذکر نمودند. کار بعضاً تا جایی کشیده است که این اسب‌ها را ذات اسب‌های بالدار خوانده، چابوکی و دوندیشان را به قنات‌های ناعیان نسبت می‌دادند. تفسیر نوشته های این مؤلفان گوناگون زبان و گوناگون مذهب را پایان تر آورده، حالا روی به نسب و ذریات رخش رستم می آریم. هرچند فردوسی از ذکر ذات و نسب اسب رستم خودداری می کند، ولی در عین حال رازی را در این باب به میان می گذارد. می توان گمان زد که سرچشمه این راز کس را سوی روایت هایی می کشد که برآمد اسرارانگیزی اسب‌های خوش‌ذات را فرا می گیرند. این روایت ها
بعدی گذشتنی 1000 سال هنوز هم در میان مردمی تاجیک زنده و پابرجا مانده اند. هم در بدخشان و ختلان، هم در قبادیان و زرفشان تا کنون روایت ها درباره اسب‌های آبی موجودند که اعتقادی خاصی مردم را به اسب خوش‌ذات و تیزتک انعکاس می نمایند. موافق این روایت ها هنگامی به آبخوری آمدن گله اسب آبی بیرون برآمده به مادیانی زیبای انس می گیرد و در نتیجه جفت شدن آنها تای دورگه زیبا پیکر و دوند تولید می گردد. در داستان زردشتنامه بهرام ابن پژلو عصر 12 و چندین تاریخنامه های قدیمه روایت در ظهور معجزه های پیغمبری زردشت آمده که یکی از آن معجزه ها به پاخیزاندن اسب دوست داشته گشتاسب می باشد. سخن دراز کشد هم مضمون این معجزه زردشت را از دبستان مذاهب فانی کشمیری می آریم، زیرا محض مهر و محبت اسب سیاهش پادشاهی بلخ گشتاسب را وادار نمود که به آیین زردشتی بگرود. گویند گشتاسب را باره اسب بود کیانی موسوم به اسبی سیاه، در رزم شاهنشاه بر او نشستی. سپیددمی اسبان شاه می بیند که اسب سیاه بی دست و پا گشته و دست و پای اسب در شکمش فرو رفته است. شتابان نزد شاه رفته واقعه را می گوید. گشتاسب بیتاران و طبیبان و حکما و علما را می خواند تا تدبیری سازند، اما کوشش آنها سودی نمی بخشد. از قضا آن روز به زردشتی گرفتاری زندان تا شام خوراک نمی برد. بعد شام حاجب خوراک آورده حقیقت اسب سیاه را نقل می کند. زردشت به حاجب می گوید بامداد به شاه بگو که من چاره این کار کنم. روزی دیگر گشتاسب به حاجب سپرد تا زردشت را حاضر سازد. گشتاسب او را نزد خود جا داده حقیقت اسب را باز گفته فرمود اگر زان که بی شبهه پیغمبری مرین اسب را به اصلاح آوری. زردشت گفت هرگاه 4 کار از تو براید و به این پیمان کنی، آنگاه 4 پای اسب را به اصلاح آورم. شاه گفت پذیرفتم. آن کدام است؟ زردشت گفت ای شهریار، هم از زبان و دل یکی سازید و به زبان آرید و به دل گروید که من بی شبهه و شک پیغمبر و فرستاده یزدانم. گشتاسب پذیرفت. پس زردشت به پهلوی راست اسب دست مالید. دست راست اسب بیرون آمد و شاه و لشکریان بر او آفرین خواندند. بعد از این زردشت به دین خود ایمان آوردن پسری شاه اسفندیار را پیش گذاشت. شاهزاده سر نپیچید و عهد استوار ساخت. زردشت دعا خواند تا پای راستی اسب بیرون آمد. سپس همراه شخصی امینی به حرمسرای شاهنشاه نزدی بانوی بانوان کتابون زنی گشتاسب و مادری اسفندیار آمد. بانوی بانوان نیز از دل و جان به وخشوری پیغمبری یزدان گروید. از این سپس زردشت دعا کرد تا پای دیگری اسب بیرون آمد. هرچند این حکایت شیرین و دلانگیز مقام و مرتبه اسب را در آن روزگاری کهن آشکار نموده
در آیین مملکتداری و کشورکشایی ها چه خدمتی بزرگی داشتنی علوهای سواری و جنگی را عیان می سازد. ناگفته نماند که پادشاهان و شهریاران و سپهبودان و لشکرکشان بلخ و باختر، ختلان و قبادیان، وخشگیرد و چغانیان، اهارون و شومان، سوخت و سمرقند، بخارا و مرو و صدها شهرهای خرد و بزرگی قلمروی نیاگانی تاجیکان از قدیم به اسب مهر و اخلاصی خاصه داشته، غیر سفرهای دور و نزدیک و کارزاری میدانی جنگ باز مهارت خود را در قوه آزمایی ها و دلخوشی ایامی عید و جشن ها نمایش می دادند. چوگانبازی، پایگه، نبردهای تن به تن، گردون سواری، کمنداندازی، هنگامه های صید و شکار و دیگر رسوم‌های آزمودنی مهارت و چابوکی یک کسباران وادار می کرد که پیوسته به به کردن نسل، ذات و ذریات، طرح و نمود، قد و قامت و رنگ و جلای اسب دقت خاصی بیدهند. مرتبه سیسها و اسبانان، بیتاران و گلبانان در دربار شاه از عملهای پسندیده و موردی توجه حسابیده می شدند. در سالنامه های پادشاهان آشور، سلمنسری 3 عصری 8 تا میلاد و تیگلت پلسری 3 نیمه عصری 8 تا میلاد از لشکرکشی و هجومهای آنها به حدود پرسوه، زموعه و ارزیاشه که به حدود پادشاهی ماد منصوب بودند سخن می رود. از نوشتجات سالنامه ها برمی آید که بعد این لشکرکشی ها گله اسپان، اشتران و دیگر چارپایان و غنیمت های جنگی به دست آمده است. هدف از این جنگ و شکست دادن ملک های نامبرده‌ای نچندان بزرگ به دست آوردن اسب های سواری به خاطر پرقوت کردن صفی لشکری سواره و گردونه های جنگی بوده است. در ذکر غنیمت های به دست آمده از اشتران غیر عادی دوکوهانه و ذاتی اسب‌های دوند و زیبای معلومات داده می شود که از افتش توسط طایفه‌های آریایی مسکونی باختر یا حدودهای خوارزم به قلمروی دولتی ماد رفتند. فکری بالایی را همچنین غنیمت افتادنی ذخیره‌های سنگی لاجوردی بدخشانی، این را باستان شناسان بعد تدقیق و معاینه مینرالوژی سنگ ها معین کرده اند تقویت می دهد. گمان یقین آن است که این سنگ ها و شاید اشتران و اسب های خوشزاد نیز توسط راهی کاروانگردی باختری قدیم که کنارهای همدان را بریده تا مرزهای دولتی یونان و ماد، بابل و آشور طول می کشید و ملک‌های ضبط شده آمده باشند. در عین حال نباید این کار کرد که در قسمت‌های کوهستان ماد اسب پروری رواج داشت و این دولتی پهناور با سکایی‌های کنار آب، یعنی ریزشگاه دریای آمو و کنارهای خزر همسایه و همحدود بود. آید به خوشذاتی و دوندی اسب‌های سرزمینی باختر، علل خصوص ختلان، از قیدهای سیاحان، مورخان و لشکرکشان و جغرافیدانهای عهد قدیم میتوان معلوماتهای جالب پیدا نمود. مورخ یونان قدیم کتیسی از مهارت اسب سواری و تیراندازی جنگاوران باختری و هنگامی دوی اسب پیکان انداختن آنها روایت می کند. مؤلف اثری کیرپیدیا کسینفانت عصری 4 تا میلاد
روایتی را در بابت اسب‌های تیزتکی سکاییان ذکر نموده است که بیشک اسب‌های خوش‌ذاتی باختری یا خوتلانی را به یاد می آورد. شاه فارس در تکاورگاه ایپدرام پایگاه اسپان را پیش گرفت که در آن خلق‌های گوناگون سوار اسب‌ها گرد آمدند. درازی راهی اسپریز 5 استادی می آمد. چون پایگاه سر شد، کدام یک سکایی جوانی پیش گذشت و همراهانش تا نصف راه نرسیده او مره را پیمود. شاه فارس به سواره سکایی بر عوض اسبش حاکمی ملکی را تکلیف نمود، ولی سواره سکایی در جواب گفت که این اسب به جوان مردانی جسور می سیبد. در سرچشمه قدیمه هندی مهابهارت قصه اولادی بهارت‌های بزرگ آمده است که به مناسبت آراستن جشن قربانی بزرگ اسومیده در سال 360 تا میلاد به دربار شاه یودخشتیر قوم و قبیله های گوناگون از جمله سکایی ها و تخاری ها باختریان تحفه ها فرستادند. در قطار نامگوی تحفه ها و نظر و نیاز در مهابهارت توصیف اسب‌هایی آمده است که بسا دوند و زیبا بوده، رنگی سفید، قرمزی، زردی طلا رنگ، رنگی خال و هر خیله‌ای مفتون کننده داشتند. این اسب‌ها مالی باشندگان تخاری سرگهی امودریا بوده، در آن مرز پرورش یافتند. شنونده های گرامی، شما گفتار 13 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.